سلام عزیزان، امروز با دستوری پاستای خوشمزه اومدم. اول از همه سبزیجات رو آماده میکنیم. کلا این پاستای سبزیجات هستش و برای کسی که گوشت و کلا مرغ و اینا دوست ندارن خیلی خوبه. سبزیجاتش گوجه فرنگی هست که من یه دونه گوجه فرنگی رو و یه دونه کدو، یه دونه هویج، چون فلفل دلمم بزرگ بود یه نصف فلفل دلمه، اگه برای شما کوچیک بود یه دونه کامل، و 2 تا دونه پیاز و 3-4 تا حب سی رو همینطوری خوردش کنین. نمیخواد خیلی ریزش کنین. قراره اینا رو یکم مزه دارشون کنیم با ادویه و با کمی روغن بذاریمشون توی فرک بپزه. اینجا ادویه که بهش زدم نمک و فلفل و پرک فلفل قرمز بودش و همینطور حدود 2-3 قاشق روغن زیتون. میذاریمش تو فرن برای حدود نیم ساعت یا 40 دقیقه آماده است. آبو گذاشته بودم جوش اومد. بعد پاستاهامو حدود 2.5 پیمونه تا 3 پیمونه هم میتونیم بریزین گذاشتم توش تا نرم بشه. بعدم که سبزیام پخت در فردرشون آوردم با بلندر یا گوشت‌کوب برقی یا هر چیز دیگه ای خوب لهشون کنین. قبل از اینکه بلندشون کنین از اون آب پاستایی که در حال جوشیدنم حتما 2 تا ملعقه توش بریزین و حواستون باشه تو اون آب پاستای خیلی نمک نریزین، نمکش ملایم باشه. بعدم خوب بلندش کردم و ریختم توی ظرف. بعد اگه احساس کردین که موادتون بچشین، اگه احساس کردین ادویه‌ای میخواد میتونین بهش اضافه کنین. من نمک و پل بیبر بهش اضافه کردم و 2 تا قاشقم سس ایتالیایی که نیاز به پختنی نداره، مخصوص پاستا هستش. حالا توش گوجه فرنگی داره، ریحون داره و چیزای دیگه. میتونینم خودتون از قبل اینا رو حالا یکم تفت بدین، سس گوجه رو با ریحون بعد به این اضافه کنین، اون دیگه دلخواه هستش. بعد از اینکه پاستاهامون نرم شد آبکشش کردم. میتونین آبکشش هم نکنین، همون طوری، چون میگم نمک زیادی نداشت، به مایتون اضافه کنین. اینا رو با سوسی که داشتم مخلوطشون کردم و بعد از اینکه مخلوطشون کردین دیگه آماده خوردنه. باید همونجوری داغ سرو بشه. اینجا پنیر پارمزان پودر شده داشتم که ریختم روی پاستام. بعدم توی بشقاب کشیدمش گرم دوباره روش پنیر ریختم و با یه کمی جعفری یا گشنیز یا هر سبزی دیگه‌ای میتونین روش رو تزیین کنین و میل کنین. نوش جونتون.